با نام یاد خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان و دوستان و فالوورای عزیزم، اومدیم به این ویدیو جدیدی از ماینکرافت. شاید تعجب کنید من کالاف میذارم اکثر این ویدیو ماینکرافت. بله، تصمیم گرفتیم چند ویدیو کالاف و یه ویدیو ماینکرافت بذاریم. ممنون میشم حمایت، لایک، سابز یادتون نرو بریم واسه ادامه ویدیو. این قسمت ویدیومون میخوایم چگونگی سوار شدن رو اسب و زین و دستنش و همه چیزاش رو انجام بدیم. یه دونه اسب میذاریم، دوتا شد برو وقتی نمیکنه دیگه، چون میگیریم این بندو تو دست میگیری، نزدیک اسب میشی، یه گزینه میاد میزنه روش. اسب الان برای تو بند تو دستت، هر جا بری باد میاد. یه چیز تو بارم میذاریم که بندو بهش وصل کنیم، حالا اون گرفتار نمیتونه فرار کنه. مراحل دوم سوارش میشیم. اما هی رو این گزینه بزنیم، هی چند بار باید تلاش کنیم که اسبتون بتونه زینشو برداره. بگیریمش، دارم شب میشه کم زودتر. خب اسب یکم فشار میدیم، بازم افتادیم. بازم یکم رو اسب فشار بدیم، میزنیم رو این گزینه، از یه بار دیگه بازم افتادیم. همینجور باید بریم و سوارشو بریم روی این گزینه. اسب وایسی و تا حالا بیاد دیگه. یه موقع بدشانسی نمیاد، بیاد دیگه. آها اومد، زینشو میذاریم، طرح مورد علاقمونم میذاریم روشو. حالا اسبمون سعی و سالم با زینه قشنگ. ممنون میشم که حمایت کنید. تا ویدیو بعد، خداحافظ.